سلام بچه‌ها، چطورید؟ من سپهرم. منم طلام. خوش اومدید به استلار. تو این برنامه ما میخوایم یه سری ویدیوهای سعی کن نخندی تقریبا واسهتون بذاریم. هر کی بیشتر بخنده مجازات میشه. حالا بذارید مجازاتشو بهت بگم. ببین طلا گوش کن. مجازاتی که داریم، خب قراره امروز یه سری ویدیوها رو بچه‌ها آماده کردن. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشم. سکنجبین، آب کرفس، کرمبوتی و خلاصه هر چی که مزه زهر مار میده رو من امروز انتخاب کردم. میبینی که به بازی خودت باید بخوری. حالا میبینیم دیگه، میبینیم حالا ببینیم چی میشه. برنده میشه کی میبازه. ولی خلاصه که یه مزه کلا سعی کردم قشنگ اون زهر مار رو تداعی بکنم واسه. خلاصه آماده برای خوردن. آره دیگه چون من که قطعا برنده من آمادم. باشه حالا متوجه میشید. در نهایت میفهمیم که قراره اونو بخوره. و اینکه بریم سراغ ویدیو. نباید بخندی یا من که نخندیدم. این خنده است. نه خنده تو کجا مشخصه؟ این خنده نیست. خب خنده تو کجا خب مشخصه؟ ببین میتونیم الان اینجا یه برنامه بذاریم. خنده رو میتونیم لبخند خنده است. لبخندم یعنی جزء خنده بذاریم؟ نه به نظر من اینجوری نباشه. لبخند رو میتونی بزنی اما دندونت معلوم باشه. آره خوبه. آماده ای دیگه. شاید در نگاه اول فکر کنی که این آقا رئیس بانکه یا رئیس شورای شهر، اما در ادامه خودت ببین. خندیدی تمام شد. این اصلا خب منطقی نیست این ویدیو اصلا. نه تو خندیدی. اصلا من نظرم خنده‌دار نبود، خیلی مسخره بود اتفاقا به نظرم. تو هنوز میخندیدی آقا؟ دندون تو معلومه. نه من نمیخندیدم. خیلی به نظرم مسخره بود اتفاقا. بریم ویدیو بعدی. چی این داری میخندی آخه؟ ولی میدونی چی دوست دارم؟ این که داره واقعا با حس بکنه. میدونی چی دارم بدونم؟ یعنی اون درسته که مشخص اصلا هیچی از زبان انگلیسی بلد نیست. ویدیوها رو مسلطی. خب این چون دیگه یه چیزیه که الان وارد اینستاگرام میشه، اصلا 10 تا ویدیو شاید یکیش این باشه. ولی میخوام بهت بگم که درسته که حالا شاید به زبان انگلیسی زیاد مسلط نیست، ولی خیلی خوب و با حس داره میخونه. من خیلی دوست دارم. این حسی من توش چرا نگاه کن. نه نگاه کن، یه دقیقه گوش کن ببین. خیلی باحال بود. خیلی. بریم سراغ بعدی. این خنده است دیگه. خب ویدیو تموم شده. من میتونم بخندم. بریم سراغ بعدی. آماده ای؟ یه دونه فعلا شاشو. اینجا کار شما. من حمید مصطفایی هم دیگه. معلول جسمی حرکت نمی‌کنی اصلا. خیلی دارک بود احساس میکنم. من دیده بودم، من خندم نگرفت. من احساس کنم خیلی دارک بود یه ذره. این اون احساس میکنم خنده‌دار زیاد نبود. طرف دچار شوک شد. یعنی واقعا انتظار داشت هر جوابی رو بگیره به جز این مورد. اون ویدیو نمیخندم. مطمئنی باش. بریم سراغ بعدی پس. من نمیبینم. شما از پشت دوربین حواستون باشه این خندید به من بگید. آماده اید بچه‌ها پشت دوربین؟ اوکی. بچه‌ها بریم سراغ بعدی. بیش توی دایلا سراغ باشیدگاه نیست. من گفتم نره، من میگم بدوش. اون کار نکن. کدوم کار؟ اون کار نکن. خندید. نه ویدیو تموم شده. چه ربطی داره؟ هنوز رو همون ویدیوییم. نه یکیه هنوز رو همون ویدیو. There's a lot to unpack here. Nation there as well. Substitute. اصلا اینجوری نیست. جرزنی نکن. باش اب نداره. جرزنی نکن. باش. آماده ای؟ من که میدونم من بخوام بخندونم کاری نداره. یه سیده کن. نه دیگه اون کار نباید بکنیم. ما داریم به ویدیو ما قانونی نذاشیم بابت این موضوع. شما قصد منی؟ چرا اومد؟ من اگه بخوام این کارو بکنم همین الانم میتونم بکنم. خب مثلا تو یادته تو اولین چیزش نسخش چی میگفت اصلا خانم؟ نمیخوام یادم بیاد. چرا باید یادت بیاد اتفاقا؟ الان تو ویدیو نیستیم، یعنی خنده من تاثیر نداره چون پاس شده. نه خب من ویدیو رو بعداً پلی میکنم، مشکلی نداره، ولی باید یادت بیاد. یادم نمیاد. برو. خب من یادت میارم. بی معرفت.
باز بدون من گفتم ویدیو پاس شده. نه ویدیو پاس شده بود. تموم شد بابا این ته نامردیه بابا. پشت صحنه تموم شد. من بهت گفتم آماده ویدیو بعدی هستی؟ آماده ویدیو بعدی. تا اینجا بچه‌ها پشت صحنه 2-1 درسته؟ 2-1 دیگه نمیخندم. Ja, Dati. Ach, schneller. Ja, schneller. داری میخندی طلا. این خنده است. داری میخندی. من دهنم باز نشد. صدایی هم نداشت. باشه. ये मेरी बाती है ये मेरी जन्म तारीख है ये मेरी जन्म तारीख है मेरे जन्म तारीख है خندید دیگه. 2-2 شد. هیچی نیستی تو این بازی الان. برو بس دیگه. اوه نه این خیلی بده. این واقعا منصفانه نیست. خیلی یه بار دیگه ببینی؟ آره این دفعه دیگه شما دیگه خندیدم. بذار ببینیمش. خیلی واقعا منصفانه نیست. اصلا منصفانه نیست. میشه سی. خدا 6.5 hours later. آماده بعدی؟ نباید این کلیپ رو میدیدم. شما فرض کنم ما رئیس جمهورم. الان شما چه صحبتی دواره؟ خندیدی. صدا خندت اومد. صدا خندت اومد. نخندیدم. صدا خندت اومد. سرفه کردم. نخندیدم. چرا باید سرفه سرفه دهنم بسته واقعا. من خندیدم. چرا باید سرفه من نخندیدم. نه چرا باید سرفه بکنی؟ قبول نیست. آقا قبول نیست. من سرفم گرفت. سرفم گرفت. نه 2-2 جرزنی نکنید. بچه پشت صحنه. نه تمام. صدا خندت کاملا واضح بود. نباید الکی اینجا سفسطه بکنی چون بچه‌ها هم دارن میبینن. آقا من نخندم. من سرفه کردم. ولی اینا باشه جرزنی کردم. من شنیدم. خندید. آقا من قبول نمی‌کنم. اصلا کلیت رو بخوای نگاه کنی باید جرزنی شده. من نخندیدم. یه دقیقه به من گوش کن ببینم چی میگی. الان یعنی تو داری میگی 2-2. آره. و به خاطر این موضوع هم که شده یعنی الان بعد از ظهر یه دوئل تو اگه تونستی الان بعد از ظهر یعنی با من دیگه کافه نمیای. مطمئنی دیگه؟ نمیاد. به درک خودم تنهایی میرم. به درک خودم تنهایی میرم. دیدی؟ بیا تموم شد. خیلی راحت بود. دیدی؟ خیلی راحت بود. من بهت دارم میگم تو نمیتونی مقاومت بکنی. نه هیچ ربطی نداره. نمیشه. نه تموم شد بچه شما بگید. تمام. قبول. 3-2 و الان وقتشه که آب کرفس و سکنجبین رو بهش بدیم و ریاکشن جذابت رو خیلی دوست دارم ببینم چون مزه زهر مار میده و این خیلی خوبه. 4-2 تازه بفرما. 3 دیگه بدتر 2 شدین. 4 الان 2 بار تازه خندیدی و مقدار آب کرفسی که قرار بخوری بیشتر شد. همینه. نه تمومه. ببین نمیتونی بحث بکنی. بذار یه توضیح بهتون بدم. One shift later. آقا ببین شده 4-2 و تو نکرده که من چقدر باید بخورم. من یه قلوب میخورم از چیزی هم نمیترسم. تموم بچه ها خدافظ. تا ویدیو رو ببینید. من مجازات میشم. ویدیو رو ببینید. خدافظ. خب بچه ها اینی که دارید میبینید آب سکنجبین، کرفس و فکر کنم یه چند تا کثافت دیگه هم توش هست که خیلی واقعا بدمزه است. مزه زهر مار قشنگ و به عنوان جریمت و مجازاتی که این خندیدی الان باید همه اینو بخوری طلا و من منتظرم که تو همه‌ش رو بخوری. یاره یه بو بکن میبینی. وای 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 خیلی آره قشنگ بوی زهر مار افعی میده. احساس میکنم میدونی چی میگم؟ شبیه بوی سرویس بهداشتی‌های عمومی بین مثلا اتوبان تهران کرد. ادامه نده. اینجا رو تجسم کن. فکر می‌کنی الان اونجایی. خب الان اینو باشه ادامه نده. باشه بیشتر بعد نخوردم هنوز. بیشتر باز کن دهنت رو. این چیه؟
باید بیشتر بخوری. بچه نمیتونم تا چرا باید بتونی؟ برو بیشتر باید بیشتر یعنی این خیلی بده. خیلی خوبه. یه قلو امتحان کنی؟ من خوردم. من قبلا خوردم. نه تو مجازات شدی. نه من خوردم. تو مجازات شدی. نه من بچه‌ها برای ویدیو بعدی منتظر باشید اگر من باختم. حال من دست خودم نیست دیگه آروم نمیگیرم دلم از کسی گرفته که میخوام آفرین و این هم مجازات این که